بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از سلسله های درس توحید برای کودکان، امروزه درس سیوم قسم دویم می باشد. در قسم یکم ما خداشناسی را گرفته بدیم. امروزه درس دین است. شناخت دین ما به 3 رکن اساسی تقسیم می شود. رکن اول اسلام، ایمان و احسان است. اسلام این دینی است که خداوند آن را برای تمام مردم برگزیده است. خداوند در قرآن خبر داده می گوید و رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام را به عنوان دین پسندیده برای شما برگزیدم. سوره مائده. اسلام این دین احسان و نیکی و خوشبختی و شادمانی است. دین ما دینی است که خداوند از بنده غیر از اسلام هیچ دینی دیگری را نمیپذیرد. خداوند در قرآن خبر داده میگوید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. هر کسی که طلب کند غیر اسلام دینی دیگر را، پس هرگز از او قبول کرده نمی شود و او در آخرت از جمله زیانکاران است. سوره آل عمران. اسلام به 5 قسم تقسیم می شود. این شهادت دادن لا اله الا الله و ان محمد رسول الله گفتن و 5 وقت نماز خواندن، 3 زکات مال دادن، 4 روزه ماه رمضان 1 ماه داشتن، 5 زیارت خانه خدا کردن. و این قسم ها دلیل از آن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند بنی الاسلام علی 5 شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم رمضان. با روایت بخاری و مسلم. دومین رکن ایمان است. ایمان آوردن به خداوند، به فرشتگان و به کتاب ها و به پیامبران و به روز قیامت و به تقدیر نیکی. دلیل به آن این است که حدیث جبریل به آمده است. از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که ایمان چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب میگویند ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان بیاری به خداوند و به فرشتگان و به کتابها و به پیامبران و به روز قیامت و به تقدیر نیکی و بدی. سومین رکن احسان است که 1 رکن دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده میگویند ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خداوند را چنان عبادت کن که گویا او را میبینی. اگر او را نبینی یقینا بدان که او تو را میبیند. این بود درس امروزه. انشاءالله درس های آینده این رکن ها را با تفصیل خواهیم گرفت. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.